سلام دوستان عزیز، سینا اختری هستم از وبسایت سینا 7 داتایار. اینجا هم فروشگاه تو نصف شب ساعت 2 موبایل سینا که موبایل سینا تبریز نام تجارش. دوستان عزیز، اول از همه بگم که واسه این که از بابت بعضی از حرفام اهمیت قائل بشید و اون ارزش رو براتون امیدوارم که داشته باشه، من خودم رو تلاش میکنم و به گوه بعضی زیر میدم. میتونید از وبسایت اینامات داتایار سامانه نماد اعتماد الکترونیک وزارت صنعت معدن، وبسایت موبی 7 داتایار که هر دوتاشون پارک هستن بر روی وبسایت من. پارک بر یعنی جاسازی شده و اجرا شده بر روی پارک روی دوتا دامنه، سینا 7 داتایار و موبی 7 داتایار. خلاص اونجا ببینید که 9 ماهی میشه دریافت کردم این آدمو و خلاصه از اون دومن و این ویدیو رو واسه اونایی ضبط میکنم که ترس هک شدن اینستاشون رو دارن یا میخوان اینستای کسی رو هک کنن. عرضم به حضور، اولین کاری که باید از هک شدن وبسایتتون، هک شدن پیجتون، هک شدن پیج اینستاگرامتون باید انجام بدین اینه که اولا که حتما باید جیمیل داده باشین. از جیمیل داده باشین، یه دونه ایمیل یا جیمیل، یاهو میل، جیمیل، بینگ میل، هات میل و خلاصه به ایمیلتون یه دونه فوری اینستا اعلام میفرسته، نامه میفرسته، میل میکنه که جناب محترم آقا یا سرکار خانوم، یه ورود به اینستاتون شد، شماره موبایلتون تغییر کرد، send your phone number، یا آدرس ایمیلتون تغییر کرد، اینی که بوده جدیدن این شده. الان به همون ایمیلی که قبلی بود ایمیل میفرسته که آقا جدیدن یکی دیگه شو گذاشته. ایمیل اگه خودتون نیستین به ما اطلاع دهید، گزینه زیر رو بزنید و اون ایمیل خیلی مهمه، اون ایمیل رو هیچ وقت اون فرصت رو نسوزونید. من قصدم از این ویدیو اینه، اون ایمیل رو اصلا هیچ کدوم اگه سر در نمیارین خواهش میکنم که اون ایمیل رو نادیده بگیرین. یعنی منظورم اینه که دست نزنین، به هیچ کدوم از گزینه ها کلیک نکنید و به اونی که اعتماد دارید، به بنده هگیر اعتماد دارید، پیجم موبایل آندرلاین سینا 77 است تو اینستاگرام و شماره موبایلم هم کانال تلگرام هم بنویسید اون بالای تلگرام قسمت جستجو سرچ موبایل سینا تبریز میاره، بعد اونجا پی وی تلگرام هم اینام هست. فوری بهم پیام بدین. هر چیزی هم که یادتون رفت تو گوگل هم جستجو کنید، سرچ بکنید سینا اختری، یه دونه اسممو یادتون باشه، موبایل سینا تبریز، بازم میاره وبسایت همو. خلاصه بهم پیام بدین، اون ایمیل رو یا فوروارد میکنین و از وقتی که فوروارد میکنین از کار میافته. بهتره که چی بگم، یا حضوری تشریف بیارید اگه هم شهری و هم منطقی ما هستین، هم استانی ما هستین، البته اگه پیجتون براتون مهم باشه، یا هم فوری رمز جیمیلتون رو میدیم به من، با ایمیل من فوری برمیگردونم. یعنی بزرگترین هکر هم باشه، حالا ادعا نمیکنه بزرگترین هکر، ولی 80% حملات هکری رو با این روش علیه پیج اینستاگرام میتونیم خنثی کنیم اگه قبلا جیمیل ثبت شده کامل داشته باشیم. و 2-3 تا نکته دیگه واسهتون عرض کنم. حالا یه سیگار روشن کنیم. یک
از روش‌های ایمیل کردن پیج اینستاگرام. از روش‌های ایمیل کردن پیج اینستاگرام یه لحظه از اینجا من به عنوان وایت بورد استفاده کنم. یک عکس خودتان در پیج. سعی کنید همیشه عکس خودتون تو پیج باشه. 2 ایمیل یا همون به قول اکثرا جیمیل تایید وریفای شده باشه. 3 سنتون رو صحیح وارد کنید. حالا خطم نسبتا خوبه ها دیگه، اینطوری می نوشتم مجبور شدم. این نکات رو اگه رعایت کنید میتونیم سپایم دیگه کجگاتی شد، حوصله ندارم درستش کنم. پس چی شد؟ عکستون در پیج باشه، حتی اگر یکی دو تا عکس قبلا هم بذارید بعد آرشیو کنید. دیگه آرشیو رو نیاز نیست که توضیح بدم، میرید به قسمت روی عکستون رو که پست کردید میتونید فوری حذفش کنید ولی بازم بمونه، هر موقع خواستید برش گردونید. میرید روی عکس پستتون تو پیج خودتون، مدیریت خودتون، اگه فارسی باشه آرشیو بایگانی، اگه انگلیسی هم باشه گزینه آرشیو رو میزنید، بالا 3 نقطه رو که زدید گزینه آرشیو رو میزنید. هر موقع که خواستید میرید قسمت آرشیو برش میگردونید، حتی 2 سال بعد. خب آرشیو نگه دارین واسه همین موقع ها که شناساییه. حالا من اینو میگم شما عکستون باشه بعداً به دردتون میخوره. بعداً چی میشه؟ بعداً آقا هکر خیلی حرفه‌ای باشه. خب اصلا با ایمیلی که بهمون فرستاد اون فرصت ها رو سوزوندین، اینایی که میگم من حبسشو کشیدم. اونایی که میشناسم منو میدونن. منظورم اینه که ببینین عزیز من، بله در ادامه ویدیوی قبلی درباره پیج های هک شده چجوری از هک اینستاگراممون پیشگیری کنیم، یا که اگه هک شد قبلش چه کارهایی کنیم که ما مبادا یه روزی هک شدیم به راحتی پیجمون یکی مثل من واسه همون برگردونه یا خودتون. این 3 مورد رو که تو وایت بورد نوشته بودم یادتون هست عکس خودتون تو پیج باشه، ایمیل وریفای شده داشته باشین تو پیجتون، ایمیل یا همون جیمیل، سنتون رو که در قسمت ادیت پروفایل به صورت صحیح وارد کنید. بعد که آقا داشتم میگفتم از شانس حافظه گوشیم پر شد، ویدیو قبلی قطع شد دیگه، شیائومیه دیگه چیکار میشه کرد، اندروید اینه. عرضم به حضور که سینختری هستم. حبس رو میگفتم. سیگار میکشین؟ ایمیل فرستاد، هشدار فرستاد، اینستاگرام نتونستیم با اون روشا به جایی برسیم، یا شما یا من یا هر کسی. خب میگم این 3 تا رو کارت ملی تو دستت، یا اگه پاسپورت داشته باشید چه بهتر، میفرستیم به اینستاگرام، ایمیل میزنیم، مکاتبه میکنیم. خب من واسه پیج 100K حالا نه بذار 10K رو بگم، واسه پیج 10K واسه همه این کارا ازت میگیرم داداش من اصلا قیمت رو چک نکردم. حالا الان یا خیلی زیاد میگم یا خیلی کم میگم، به جان خودم گسم، خب به برکتم گسم. 300 تومن واسه 100K هم میگیرم 2 تومن، 2 میلیون تومن. بعدش زیاد میکنم، حالا اینا رو امشب سر کیفم. خب الان این 3 تا رو بکنید، بعدا با 2 تومن پیجتون رو برگردونم، حال کنین، جگرتون حال بیاد. یا شخص ناظر بایزان، ارادتمند شما، خداحافظ.